سلام آقا، بنده موشکاف یه سوال از شما دارم. میگم چی جوریه که این صیدلی بعد از این همه دل و جیگر سیخ کردن با مماشتگرا الان به وضعیتی افتاده که سفر یه هیئت پارلمان اروپا به ایرانو نمیتونه جمع جور کنه؟ نه جدی میگم بابا، یه هفته از سفر اینا گذشته، هنوز که هنوزه اوضاع نظام کیشمیشیه. ملاقات دزدانه در سطح اتحادیه اروپا و هیئت پارلمانی اروپایی نیست. دیدار هفته گذشته هیئت پارلمانی اروپا با 2 نفر از محکومان فتنه 88 که مخفیانه در سفارت یونان صورت گرفته بود، در جلسه امروز مجلس انتقاد و تذکر نمایندگان ملت را در پی داشت. چی؟ ملاقات دزدانه؟ بابا کدوم ملاقات دزدانه؟ بابا زمین و زمان از قضیه باخبرن. خود لاریجان جانت با بر و بچه جام زهری قضیه رو میدونستن، مگه نمیدونستن؟ از باب روشنگری چند تا نکته عرض میکنم. مسئول کمیته روابط پارلمان اروپا با ایران با اشاره به انجام این سفر بعد از 6 سال، آن هم بدون پیش شرط و برخلاف میل رژیم صهیونیستی و منافقان، گفت قبل از سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران جلسات هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه امور خارجه و وزارت اطلاعات برگزار و موضوع دیدار آنان با اپوزیسیون داخل مطرح شد. گفتیم ما به عنوان مجلس با هر گونه ملاقاتی با غیر مسئولین جمهوری اسلامی ایران مخالفیم. دلیلش هم اینه که اینا حرفای اپوزیسیون رو زیاد شنیدن. یه بارم وقت بذارن حرفای خود ما رو بشنون. هر روز تو پارلمان اروپا اپوزیسیون و ضد انقلاب هستن، نیازی نیست با اونا صحبت بکنن. جلالی با اشاره به موافقت قوه قضاییه برای دیدار هیئت پارلمان اروپا با 2 تن از عناصر فتنه گفت معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گفته است این افراد پس از طی مراحل محکومیت آزادند و منعی برای این دیدار نیست. بیا اینم از آثار جام زر تو رگ و ریشه صادق لاریجانینا. حالا دفاع رأس دوم لاریجانی رو بشنوید که مثلا میخواد از استبل ولایت یا همون مجلس دفاع کنه، اما پشتک بارو میزنه. لاریجانی با بیان اینکه گفته می شود مسئولان ایرانی تشنه ملاقات با این کمیته بودند، تخفیف مسئولان کشورمان دانست و گفت به طور طبیعی اومدن با مسئولین ایرانی هم ملاقات داشتن، کسی علاقه ای نداشته برای ملاقات. شما در اعتراض به این کوشش بکنید که موضوع رو درست توجه بکنید، نه اینکه مسئولین کشور رو تخفیف بدید. وی با اشاره به اظهارات اعضای کمیته روابط پارلمانی اروپا پس از سفر به ایران و ایجاد هیاهوی رسانه‌ای افزود شما به اندازه‌ای که این ارزش داره بهش توجه کنید. کار بی ارزشی کردن، ما تو دام اونا که نباید بیفتیم که اونا میخوان سر صدا کنن پس ما هم هیزمشو زیاد کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود وزارت امور خارجه با احضار سفیر یونان تذکرات لازم را به آنان داده است و باید هوش و حواس خود را به مسائل اصلی معطوف کنید. بابا کی هیزمشو زیاد کرد؟ هیزم کدومه؟ ریش ولی فقیه زهرمال شده، خب میسوزه. خب حالا تا اینجای کار رو داشته باشیم فعلا تا بریم سراغ رأس سوم لاریجانیا، یعنی ممجوادشون که بدبخت میاد قضیه رو درست کنه، مجبور میشه فضاحت به بار اومده رو با داداشش قسمت کنه. مسئولان مجلس نظرات مختلف نهادها را میگیرند و آنچه به مصلحت است را انجام میدهند و کسی نمیتواند مجلس را به انجام کاری مجبور کند. آقا تکلیف مهره‌های ولایت که روشنه. حالا خوبه یه سری هم به مهمونای اروپایی عظما بزنیم ببینیم اونا در چه حال و هوایی هن. اگه یادتون باشه پریروز اون یارو آخوند عربده کشه یعنی رسایی تو مجلس گرو پاره کرد که خب نشون داده میشه که این وقتی ایشون ورود میکنه رئیس این هیئت جلوی آقای هاشمی بلند نمیشه و این برخلاف ادب دیپلماتیک حتی ادب مهمان و میزبانه.
حالا رفتن همینو گذاشتن کف دست یکی از اعضای زن هیئت پارلمان اروپا. اون سرکانلی هم در اومد گفت که برای اینکه صادقانه بگم واقعا وقت تلف کردنه که بخوایم درباره این مسائل صحبت کنیم. احترام به یکدیگه باید دو طرفه باشه. هنگامی که ما وارد تهران شدیم اونا ما رو مجبور کردن که روسری سر کنیم. زمانی که من در مجلس اونا بودم میخواستم چیزی رو نشون بدم. شگفت زده شدم چرا که من حتی نمیتونستم از اینترنت اونجا به وبسایت خودم دسترسی داشته باشم. بله، آخر عاقبت پریدن با آخوندا همینه. هر کی خربوزه زهرآلود ولایت رو بخوره همین جوری تب و لرز میگیره. خوردید؟ پس هستشو دوب کنید.